های گایز، چه خبر؟ خوش اومدید به این ویدیو از شروع سروایول. همونجوری که داخل رای گیری که داخل یوتیوب گوشان دیدید، بیشترتون به سروایول رای دادید و شروع سروایول رو با برگر گرفت دارید. خب بزن بریم طبق هر رای گیری که داشتیم، هر کدوم که بیشتر بود انجام دادید و این دفعه سروایول خیلی بیشتر بود که 3 تا گزینه گوشه بودن و شما سروایول رو انتخاب کردید. خب منم خیلی خوشحال شدم به خاطر اینکه خیلی خودم مشتاق بودم برای اینکه سروایول رو شروع کنیم که بزنیم بریم برای پارت اولش. اول چوب میزنیم چون میدونید که لازمه هر کار همون اول چوبه. خب حالا چوب رو تبدیل به تخت چوب میکنیم، بعد باشه کرافتینگ تیبل دکمه ساختم باشه. مرسی. کرافتینگ تیبل هم میسازیم. خب کرافتینگ تیبل رو اینا میذاریم و میریم برای استک یا همون استیک. خیلی رو من گیر داده بودیم که چرا میگی استک، دیگه ورد زبونم شده دیگه چیکار کنم. خب دیگه میگیم استیک. آقا استیک هم زدیم و بعدش هم پیککس و اینا هم ساختیم. میریم برای یه ذره دیگه چوب بزنیم شاید نیازمون بشه و احتمالاً یه خونه هم واسه اون بسازیم در حد یه چارچوبی که بتونیم داخل زنده بمونیم و تخت و فرنس و اینا هم بتونیم بزنیم داخلش و چست و کرافتینگ تیبل که هر موقع مردی بعد اونجا دوباره ریسپان بشیم تا بتونیم کارمون رو انجام بدیم. ولی من اینقدر تمرین کردم که شاید نمیگیرم، یعنی اینجوری باید در نظر بگیرید. خب آره بریم سراغ گوسفند. آقا گوسفند باید پیدا کنیم به خاطر اینکه تخت باید درست کنیم که شب مثل سگ نمیگیریم. خوبه آقا کرافتینگ تیبل رو بزنیم و اول این چوبا رو بزنیم. چوبا رو به جای کرافتینگ تیبل گوشم و خب میریم برای اینکه تخت چوب رو درست کنیم دیگه. کلا تبدیل به تخت چوب می‌کنیم دیگه، نیاز به خودش نداره که تو این تخت چوب برای کار خونه ساختنمون خیلی به درد بخوره. بریم سراغ گوسفند پیدا نمیشه واقعا. اول بازی که میای اسپام میشی بابا همین که گفتم گوسفند پیدا شده. بریم گوسفند رو بزنیم. برای بیا پشمتو میخوام. بیا مرسی چه پشم قشنگی هم داد. میریم برای گوسفند سفید. بعدی گوسفند سیاه به دردمون نمیخوره، گوسفند سفید. یه تخت سفید میخوایم درست کنیم. باجی غار بریم غار. فکر نکن غار باشه، ولی سنگا رو میزنیم چون سنگا به دردمون میخوره و باش پیککس سنگی قرار بسازیم دیگه. اوکی بزنیم بریم. خب آقا یه چیزی هم یادم رفت اول ویدیو بهتون بگم که خیلی مهمه. لایک و ساب کن. بزن. مرسی از اینکه لایک و ساب میکنی. خب دیگه آقا سنگا هم میزنیم و احتمالاً زغال هم نیاز داشته باشیم برای اینکه مشعل رو درست کنیم و بریم بخور غار و اینجور داستانا که روشنایی رو داشته باشیم. و اینکه بچه‌ها دیگه همونطور که شاید تو الان متوجه شده باشید الان به شما نشون میدم. بریم کرافتینگ تیبل و پیککس سنگی و پلنگ سنگی و اینا رو بسازیم. شاید الان متوجه شده باشید برای یه موضوعی داخل بازی من بهش اضافه کردم که در ادامه بهتون خواهم گفت. خب سنگا رو بزنیم. سنگا شاید در ادامه نیازمون بشه برای فرنس و حالا شاید پیککسمون شکست یا هر چیزی که البته باید دنبال روستا هم باشیم یا همون ویلیج خودمون که از اون طریق هم بتونیم به آهن دست پیدا کنیم. زغال بالاخره پیدا کردیم. کلاً 2 تا فکر کنم. بله کلاً خیلی کم بود. خب همینم یه غنیمتیه. بریم بالا فعلا. بریم بالا کرافتینگ تیبل رو بزنیم. بریم بالا. آقا اون موردی که می‌خواستم بهتون بگم اینه که باشه هنوز موقعش نشد. آخه خیلی موضوع مهمی هم نیست ولی خب بازم برای من خیلی جذاب بود. حالا فرنس هم درست کردیم. اون بوده که آقا شیدر گذاشتم رو بازی. ابرا رو نها کنین. خدای خیلی قشنگ‌تر شد. خدای من خیلی خوشحال کردم و اینکه مثلا تو مایکرافت موبایلی و یه همچین شیدر وجود داشته باشه خیلی خوبه. و آماده باشید که کیفیت بازی از چند وقت و ویدیوهای بعدی قرار بهتر بشه. حالا در آینده قرار مشاهده کنید احتمالاً پارت 3 و 4 سروایول کیفیت بازی خیلی بالاتر میره و همین هم باعث میشه که بیشتر شما علاقه پیدا کنید به ویدیوهای من. خب آقا بریم سراغ گوسفند پیدا نمیشه. خب الان 3 ساعت دنبال گوسفندم و پیدا نمیشه. اونجا که حوصله شما سر نرفته باشه واقعا. این خوک کثافت بیا اینجا. خوک مرسی.
تا قبل از اینکه تکنوبلیز رو بشناسم از خوک خیلی بدم میومد، ولی خب بعد اینکه تکنوبلیز رو شناختم دیگه نه. این گاوه هم میزنیم به چرمش نیاز داریم و به گوشتش. حاجی اون چیه دارم میبینم؟ حاجی ویلیج پشمام، حاجی ویلیج پیدا کردم بالاخره. یس حاجی به قرآن به خدا من شید نزدم، یه کاری نکردم ویلیج نیوشه، به قرآن این کارو نکردم. حاجی همین وسط گوسفندم پیدا کردم، به خدا من این کارو نکردم. حتی اگه میبینی ویلیج هنوز لود نشده واسه من کامل. اینو بدونید که واقعا چیت نزدم و به خدا شانسی اومده. من نمیدونم واقعا پشمام همین من ریخت. یه گوسفند دیگه باشه، یه گوسفند دیگه بزنش تختو درست کنیم. تمام شد آقا. تختمون برای دیگه رواله تختمون رو تونستیم درست کنیم. بزن تختو درست کردیم. حاجی دیگه شب الان میتونیم بخوابیم و بریم حاجی کرافت تیبل رو میزنیم، میریم سراغ ادامه کار و سبزیات بسیار خفن ویلیج رو میبینید. خب حالا باید دنبال غلام آهنیشون باشیم. غلام کجایی؟ بعد دنبال یه مکان باید باشیم که خونمون رو بسازیم کنار ویلیج. حاجی خونه خالیه، ولی من این نوع ویلیج رو حالا ندیدم. خونه‌شون خیلی عجیبه، یعنی با بقیه ویلیج‌ها فرق میکنه. اینم شانس ماه. فکر کنم مثلا بدترین نوع ویلیج افتاده به ما. کجا خونه بسازم؟ این گوسفندا میذارم. حاجی دیدی گوسفند چجوری مرد؟ گرنش کج بود مردن روز. خب کجا بسازم؟ اینجا که ویلیج باشه خوبه. این ویلیج‌ها رو احمقم باید دور کنم، ولی خب اینجا جا خالی هست دیگه، همینجا میسازم. خب حالا دیگه وقتشه کارا رو انجام بدیم و خونمون رو بسازیم. بعدش هم کرافتینگ تیبل و تخت اینا هم بزنیم. ویلیجر رو احمقم میبینید که اینجا هستن و دارم ما رو اذیت میکنم و داره شب میشه و امیدواریم که زن زامبیا نیان و ما رو نکشن دیگه. ویلیجر احمق هنوز سخونه منه، برو گام شو بیرون. بعد در ادامه احتمالاً در پارت‌های آینده احتمالاً این خونه رو بزرگتر کنم و بهتر کنم 100%، چون که الان خیلی قشنگ نیست، ولی خب برای شروع خوبه. الان بگیم بخوابیم فعلا تا بیبی زامبی حاجی پشمام. روز اول بیبی زامبی چیکار کنه؟ بزنش بزن حاجی. این ویلیجر احمق اینجا چقدر میکنه. خوابیدیم، بسیار راحت گرفتیم خوابیدیم و میریم برای روز آینده خونمون رو تکمیل کنیم. چوب نداریم برای پختن. یه زامبی دیگه اینم باید بزنیم دیگه. اینا واسه ما سوسور بازیه. بگین بزرگتون بیاد. خب الان باید چوب بدنیم میذاریم، به خاطر اینکه باید هم گوشت ببزیم هم از اون ور باید خونمون رو تکمیل کنیم. حالا یه عالمه کار داریم و در آینده خونمون رو بزرگتر کنیم و کارا رو انجام بدیم. خب بریم چوبا رو بزنیم. اسکلتون هم میبینید که از اونجا داره با ما تیر میزنه. چجوری از اونجا ما رو پیدا کرده؟ دهنش سرویس. حاجی ول کن، این بد داره دمیج میزنه. بریم. خب الان سریع تبدیل به تخته‌چوب میکنم چوبامو و تمام الان خودمون رو میتونیم تکمیل کنیم. چوبامون هم میتونیم یعنی گوشتامون هم میتونیم بپزیم و بریم برای اینکه کارامون رو انجام بدیم. بله بعد خونه تکمیل شد، کرافتینگ تیبل و فرنس و اینا رو اینجا میذاریم و واقعا خونه واقعی یک ماینکرافت پلیر واقعا همین شکلیه. واقعا باید فقط یه کرافتینگ تیبل داشته باشی، یه دونه فرنس، حالا مثلا خیلی یارو خفن باشه دیگه یه دونه چست هم میذارم اون وسط تو بتونی ازش استفاده کنی. ما چند چون نیاز داریم. میایم اینجا در میخوایم درست کنیم. خب در درست کنیم باید بتونیم بریم بیایم و خب الان دیگه قشنگ خونه درست کردیم. فقط یه چست هم میخوام درست کنم که دیگه چست درست کنم. حالا باید بریم دوباره چوب بزنیم، چوب دوباره نداریم. آره دیگه چوب نداریم. این ویلیجر احمق انقدر رو مخم من این ویلیجرها واقعا دوستم تک تکشون رو بگیرم بکشم. حالا فعلا ولش کن، بریم سراغ چوبا رو بزنیم. خیلی چوبا رو میزنیم و بریم چست رو درست کنیم. بعدش هم که بریم چی میشه. چوبا رو زدیم یه ذره بیشتر میزنم. حاجی گربه چقدر قشنگ بود، چشاش آبی بود. پشمام تا نمیدونم چی گربه‌ای ندیده بودم. حالا بذار بعدا اگه پیداش کردم بهش غذا میدم بیاد با من دوست شه. خب
حالا بریم فعلا چستمون درست کنیم. نمیخواد واسه خودمون گربه بیاریم خونمون، ما خودمون رو نمیتونیم زنده نگه داریم، چه برسه که گربه هم داشته باشیم از اون مراقبت کنیم. خب آقا چست رو درست میکنیم و مشعل و اینا هم درست میکنیم و اینا هم میزنیم. چون تبر هم داشتیم که تبر هم درست کردم، یه چست هم درست میکنیم و میذاریم. به به آقا خونمون دیگه چست هم داره دیگه، چی میخواین؟ چیزی بیشتر از این؟ واقعا اینقدر خونه زیبا. حالا میریم گوشامون رو میپزیم. تو داری این گوشه آماده میشه ساب کن، لایک کن. منم اینجا واسه خودم گوش میخورم. آره دیگه دلتون آب نشه، جای همتون خالی. خب آقا بریم ویلیج رو بگردیم و به نظر خودم که این ویلیج هیچ چیزی نداره واقعا. و این خونه رو میگردم، اگه چیزی نداشت همینجا ویدیو رو تمام میکنم. اگه خونه هیچی نداشت همینجا خونه رو ویدیو رو تمام. حاجی ولم کن تا ویدیو بعدی شب تو نایت.